اینجا یه رازایی رو بهت میگم که هیچ کانال یوتیوبی بهت نمیگه. کاملا رایگان. لایک و سابسکرایب یادت نره. مهمترین چیزی که برای یک کانال یوتیوب رو بخوای به درآمد برسونی اینه که 1000 تا سابسکرایب داشته باشی و 4000 ساعت ویدیوهات دیده بشه. اینو بدون 1000 تا سابسکرایب خیلی راحت تره به دست آوردنش تا 4000 ساعت واچ تایم. پس سعی کن تمرکزتو بذاری روی واچ تایم نه برای سابسکرایبات. و اگرم میخوای ویدیوهای شورت کار کنی باید 10 میلیون تا بازدید داشته باشه. اونم به دست آوردنش خیلی راحت تر از اون 4000 ساعته، ولی بهت یه روشی رو میگم که خیلی زود بتونی اون 4000 ساعت هم پر کنی. اول اینکه تو باید سعی کنی یک موضوعی رو انتخاب کنی که کلام توش نداشته باشه. هر چی توش کلام نداشته باشه تو میتونی افراد و مخاطبای بیشتری از زبانهای مختلف و کشورهای مختلف جذب کنی. این خیلی مهمه. پس سعی کن یه موضوعی رو انتخاب کنی که توش کلام نداشته باشه و خیلی موضوع هستن که تو ویدیو بعدی یه عالمه موضوع بهت میگم که اصلا کلام نمیخواد و خیلی هم بیشترشون خیلی راحته و میشه گفت هزینه‌ای هم نداره بخوای اون کانالا رو راه بندازی. فقط یه گوشی تو دستت کافیه. خب اون چیه که خیلی سریع میتونه تو رو به اون 4000 ساعت برسونه؟ آره، این لایوه. میتونی خیلی راحت بعد از 50 تا سابسکرایب بعضی از کانالا به نسبت به کشوری که انتخاب میکنید بعضیشون 100 تا سابسکرایب باید داشته باشی. بعد از اون میتونی لایو بذاری. وقتی تو لایو میذاری خیلی سریع اون واچ تایمت پر میشه و اینم بهت بگم لایوی که میذاری بعد که تموم شد باید اونو پابلیک کنی. اگه پابلیک نباشه اون ساعتش حساب نمیشه. لایو بذار، پابلیکش کن، توی کانال یوتیوبت نگه دار، باشه پابلیک باشه، اون واچ تایمش حساب میشه. خیلی سریع 4000 ساعتت پر میشه. اگه میخوای درآمد بیشتری داشته باشی باید روی ویدیوهای بلند یعنی افقی یا همینی که الان داری میبینی مثلا رو اینا کار کنی و سعی کنی که بیشتر از 8 دقیقه باشه. حالا من ویدیوهایی که توی این کانال هست و سعی میکنم سریع و تند بگم که وقتتون رو نگیرم، چون هدف من از این کانال درآمدش نیست. من هدفم کمک کردن به فارسی زبانا و هموطنامه که بتونن خیلی سریع یه کانال یوتیوبی را بندازن و به درآمد برسن. پس سعی کن اگه تو که میخوایی که به درآمد برسی و درآمد واسط مهمه باید سعی کنی که ویدیوهاتو بالای 8 دقیقه بذاری، چون که اگه زیر 8 دقیقه باشه فقط یه دونه آگهی یوتیوب روی ویدیو نشون میده، ولی اگه بالای 8 دقیقه باشه تعداد زیادی 4 تا 5 تا بستگی داره هم خودت میتونی بذاری کجاهای ویدیوت باشه، هم خود یوتیوب میتونه انتخاب کنه که چند تا ویدیو بذاره توی چند تا تبلیغ بذاره توی ویدیوت. هرچی تعداد تبلیغات بیشتر باشه و مردم اونو ببینن خب درآمد تو هم بیشتر میشه. پس سعی کن افقی بگیری، بالای 8 دقیقه بگیری، ولی مفید باشه. الکی توش حرف نزنی. خیلی‌ها رو من میبینم حتی اونایی که دارن آموزش یوتیوب میدن، چون که اونا هدفشون درآمد خودشونه. براش مهم نیستش که تو بخوای به هدفت برسی یا نه. سعی میکنه هی طول بده، هی میگه که آخرین نکته، مهمترین نکته رو آخرش میگم که چی تو رو نگه داره تا آخر ویدیو، تا اون تعداد آگهی‌های بیشتری رو ببینی و اون درآمد بیشتری کسب کنه. یه موضوع دیگه این که سعی کن اون موضوعی که میخوای انتخاب کنی چیزی باشه که ادامه دار باشه. یه چیزی نباشه که مثلا تو بعد از 10 تا ویدیو دیگه ایده‌ای نداشته باشی یا دیگه چیزی واسه ارائه نداشته باشی. سعی کن یه موضوعی رو انتخاب کنی که این دوام داشته باشه، یعنی بتونی 200 تا ویدیو از این موضوع، 300 تا بی‌نهایت ویدیو از این موضوع در بیاری. حالا موضوعی که بهتون میگم تو ویدیو بعدی همه‌شون اینجورین، یعنی میتونن دوام خیلی زیادی داشته باشن و به زودی هم میخوام لایو بذارم و سوالاتون رو جواب بدم. میتونید تو اون لایو شرکت کنید، به سوالاتون جواب میدم.
بعدم بهتون بگم سعی کنید که ویدیوهاتون با کیفیت باشه. من برام مهم نیست، من فقط میخوام بهتون زودتر به درآمد برسه، همینجوری دارم ویدیو میگیرم، ولی سعی کنید ادیت‌های خوب، ویدیوهای خوب و زمانبندی خیلی مهمه. توی یکی از شورت ویدیوام هم گفتم زمانبندی خیلی مهمه. زمانی که شما آپلود میکنید شما باید همیشه مثل یک شبکه تلویزیونی به این کانال یوتیوبتون نگاه کنید. مثلا برنامه‌تون مثلا چهارشنبه‌ها ساعت 8 شب پخش میشه، همیشه همون روال رو پیش بگیرید. هر ساعت و هر تعداد روز در هفته‌ای که میخواین و انتخاب میکنید همیشه به اون پایبند باشید که مخاطباتون به شما اطمینان کنن و یوتیوب هم بیشتر شما رو به کسای دیگه معرفی میکنه وقتی میبینه شما یه دیسیپلینی دارید. خانم هستید، آقا هستید، هیچ فرق نمیکنه چه سنی دارید، مهم نیست. شما میتونید خیلی سریع یه کانال یوتیوب رو به درآمد برسونید. فقط باید دیسیپلین داشته باشید. یعنی سر تایمی که میذارید ویدیوهاتون رو آپلود کنید، یا مثلا این هفته بذارید هفته دیگه نذارید هفته بعدش بذارید. این کانال به درد نمیخوره. کاور ویدیو که میذارید کاور خیلی مهمه، چون که مثل ویترینتون میمونه، اونو نگاه میکنن و میان. یکی کاور خیلی مهمه، سعی کنید که رو کاور خیلی تمرکز کنید. یکی اینکه اول ویدیو که شروع میشه معطل نکنید، الکی حرف نزنید، طولش ندید، سعی کنید یه چیز مهم رو اول بگید، خب که این بمونن توی ویدیوتون. و اون اولی که وا میکنی 1 ساعت خودشون رو معرفی میکنن، 1 ساعت این ور نشونه، یواش حرف میزنه، خوابش میگیره، طرف میگه بابا ول کن، میزنه جلو میره میاد بیرون. سعی کنید که سریع اونو مثل قلاب گیرش بدید، یه کاری کنید که بمونه. مثلا خیلی کاناله هستن فارسیا که خیلی خوب این کارو میکنن و خیلی هم کانالای بزرگی مثل تاپ 10 چیزومیز. اصلا اولش یه جور شروع میکنه، شاید اصلا تو با اون موضوع علاقه هم نداشته باشی، یا مثلا تاریخی باشه علاقه نداشته باشی، ولی یه جور اینو شروع میکنه اصلا هیجان زده میشی بشنوی ببینی چی شد، این چه موضوع به کجا میرسه، چی شده. این خیلی مهمه. اول ویدیوتون طول ندید، الکی 2 ساعت خودتون رو معرفی نکنید. اینا رو خیلی رعایت کنید. اول ویدیو یه کاری کنید که بمونه، جذب بشه. یا مثلا اون موضوعی که داری، مثلا یه کانالی بود به تازگی من دیدم که داستانهای جنایی تعریف میکرد، صدای اون طرف زیاد جالب نبود، خب ولی وقتی شروع کرد حرف زدن یه موضوعی رو مطرح کرد که ناخودآگاه می‌خواستی ببینی چی میشه، با اینکه صدای اون آدم خوب نبود ولی مثلا اونجوری جذاب نبود که بخواد گیر بده مثلا بمونی. مثلا همون تاپ تن و چیزا می صداش یه جوری گیراست اصلا آدم گوش میده، مثلا جلب توجه میکنه که خوانا میگه، شمرده میگه، یواش نمیگه، تندم نمیگه، ولی باعث شد اون موضوعش اون کانال همون جنایه یه جوری اون موضوع رو مطرح کرد، اولش رو شروع کرد که اصلا به صداش توجهی نشد، مجبور شدی بمونی که ببینی چی میشه، ادامهش رو گوش بدی. آره زیاد اولش مطرح نکنید، نمیخوادم همه چیز مهم و همون اول بگید که دیگه بره. شمرده بگید، تقسیم بندی های درست بکنید، این خیلی مهمه. درآمد ویدیوهای یوتیوب هم ویدیوهای شورت 4 سنت، بین 4 سنت. بعضی کانال ها هستن که بعضی موضوع ها هستن یعنی مثلا یه خورده بالاتره، ولی شما همون 4 سنت رو در نظر بگیرید بابت هر 1000 بازدید. در ویدیوهای افقی مثل همین ویدیوهای طولانی بین $2 هست، خیلی هم میگن تا $20 هست. آره هستش، ولی موضوعای خیلی خاص و بینندگاشون از کدوم کشورها باشه این خیلی مهمه. ولی ما یه چیز معمول رو داریم میگیم دیگه، ما عجایب رو نمیگیم که چیزایی که میخوایم توی عرفمون هستش رو میگیم. بین $2 تا $10 بستگی به موضوع داره و بستگی به این داره که اون بیننده از کدوم کشور ویدیوهای شما رو میبینه. خب هر کشوری که هستش نسبت به اون کشور تبلیغات روی ویدیوتون میاد دیگه. مثلا یه کسی که توی آمریکاست نمیاد تبلیغ فارسی براش بره که.
نسبت به اون موضوع خب تبلیغ دهنده مبلغ بیشتری بابت تبلیغش هزینه میکنه و از اونورم یوتیوب مبلغ بیشتری به شما بابت هر 1000 بازدید پول میده. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این بازدیدا مثلا شما 1000 تا بازدید میگیرید، ممکنه که یوتیوب اون 1000 بازدید و 700 تا بازدیدش رو برای شما حساب کنه. یعنی کسایی که رد میکنن تبلیغاتو، اونا رو ویو براتون نشون میده مثلا 1000 تا، خب ولی مثلا شاید 200 تاشون اصلا اون تبلیغ رو ندیدن و رد کردن، اونا رو حساب نمیکنه یوتیوب. مثلا یهو میبینی 5000 تا بازدید داشتی، ولی مثلا یوتیوب بابت 4000 تا بازدیدش بهت پول میده. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی چیزای دیگه میگم. به زودی هم میخوام لایو بذارم، همه سوالاتون رو جواب میدم. تو کامنت هم سوال بنویسید، جواب میدم همه رو. روز خوبی داشته باشید و ایشالله که زودتر به کانال یوتیوبیتون درآمد برسه و زودتر یه کانال خوب داشته باشید. فعلا خدافظ.